درود و وقت بخیر. اینجا 28مین نمایشگاه بین‌الملل کامپ هست در روز پایانی این رویداد. همچنان در استودیو لوجستیک بورد میزبان فعالان حوزه ارتباطات و فناوری هستیم با رویکرد نوآوری ارتباطات. مهمان امروز من خانم نیوشا مزیدآبادی هستند، رئیس روابط عمومی گروه ماموت. سوال اولم اینه که دشواری‌های کار در ارتباطات صنعت لوجستیک رو چی میدونین و اینکه خب هممون میدونیم که این صنعت از درون سنتی هست و اگر که یک لایه ها و یک پوسته های در واقع نوینی هم داره، همچنان از بطن ماجرای سری رویکردهای سنتی درش اتفاق میفته. با این رویکرد دشواری های کار توی این حوزه چی هست؟ من فکر می‌کنم که حالا قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم بد نیست یک کمی معرفی بکنم گروه ماموت رو و اینکه توی چه حوزه‌ای فعالیت میکنه. بخش لوجستیک یک بخش مهم فعالیت‌های گروه ماموت از اواخر سال دهه 60 در از فعالیتش رو شروع کرد، سال 69 و در حال حاضر نزدیک 64 تا شرکت زیر مجموعه فعال داره که هم در حوزه‌های خودرویی تجاری فعالیت میکنه، ساخت تریلی، ساندویچ پانل و هم در حوزه ساختمانی فعالیت میکنه و یک هلدینگ در از فناورانه و نوآورانه داره به اسم هلدینگ مکس که در حوزه استارتاپ ها و فناوری های دیجیتال باز ماموت فعالیتش رو از طریق هلدینگ مکس انجام میده. فکر کنم یکی از مهمترین چالش ها و سختی های بحث ارتباطات نه فقط در حالا موضوع لوجستیک، در همه کسب و کارهای موضوع اصلا جدی دونستن موضوع ارتباطات، این که اساسا همه کسب و کارها بدونن آقا این بحث ارتباطات و روابط حالا چه درون سازمانی چه برون سازمانی اون بخش قلب تپنده کسب و کار، اون چیزیه که میتونه به برندسازی شما و برندینگ کمک بکنه، در عین حال میتونه اعتماد سازی بکنه برای مشتریان یا مثلا ذی‌نفعان درون سازمان یا سرمایه گذارهای بیرونی. یعنی این حلقه گم شده ای که کسب و کارها لازمه بهش دقت بکنن، جدی گرفتن موضوع ارتباطات و استفاده درست از بحث ارتباطات برای اعتماد سازی و برندینگش که من فکر می‌کنم خیلی خوبه که اگر بشه حالا اینو بستش بدیم توی موضوع لوجستیک و حمل و نقل بخوایم ببینیمش، این میتونه کمک بکنه برای اینکه شما بتونین حالا هم با مشتریانتون بهتر ارتباط بگیرین، در درون سازمانتون ساختارهایی رو بچینین که باز اون هم بتونه از طریق ارتباطات اعتماد سازی بکنه برای هم نیروها هم باز افراد بیرونی. و در دنیای امروز خب با اومدن نوآوری ها باز این ارتباطات مدرن‌تر شده و فکر می‌کنم باز یه مقدار چالش سازمان هاست که بتونن از این نوآوری ها و مدرن شدن استفاده بکنن یا بتونن خودشونو در قالب از سنتی به مدرن امروزی بیارن که فکر میکنم البته یه مقدار خیلی زیادی موضوع کرونا و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد و این دور بودنه باعث شد که یه ذره این سرعت بگیره. یعنی اگر ما قبل از کرونا تصور میکردیم که میشه مثلا نونتونم شما آنلاین سفارش بدین بیار در خونه، یه مقدار تصورش سخت بود ولی امروز عملا دیگه یک امر حل شده است. خب این معلومه که کرونا هم بهش کمک کرده. اشاره درستی داشتیم به اینکه بعضی سازمان‌های کسب و کارها اون در واقع قدرت اون ارتباطات رو هنوز بهش واقف نیستن یا ممکنه که در عمل این اتفاق نیفته. از منظر شما این در واقع PR چقدر میتونه تو رشد کسب و کارها موثر باشه؟ چرا هنوز در واقع این باور رو ندارن؟ آیا این رشد رو ندیدن یا از سمت خود فعالان PR این اتفاق نیفتاده؟
من فکر کنم هم دو وجهیه. همین که مهمترین نکته که میتونه پیار کمک بکنه به سازمان ها اینه که باعث توسعه بازار شما میشه از حیث ارتباطات گروه سازمانی، در عین حال باعث رشد و توسعه درون سازمان میشه اگر درست اتفاق بیفته و باعث ارتقاء برند کارفرمایی شما میشه. یعنی که شما سازمانی ایجاد بکنین که افراد دوست داشته باشن اونجا کار بکنن. فکر می‌کنم بهترین نمونه‌هاش هم جایی مثل گوگل که خیلی‌ها دوست دارن توی گوگل کار بکنن. خب از این حیث فکر می‌کنم بهتره که یه مقدار جدی‌تر گرفته بشه و دلیل اینکه حالا رشد نکرده به خاطر اینه که شاید کسب و کارها دنبال این هستن که زودتر به بازده برسن، زودتر به فروش برسن، زودتر به اون حالا شناخته شدنه برسن که بیشتر از طریق ابزارهای بازاریابی و مارکتینگ محقق میشه و اون چیزی که از حیث ارتباطات اتفاق میفته چون درگیر موضوع اعتماد سازی میشه در اصل بنایی یه مقداری زمان بره تا شما بخواین اون چیزی که دارین رو به حالا مشتری بیرونی، سرمایه گذار درون سازمانتون بخواین معرفی بکنین تا بتونین جا بندازین اون رو. این تمام این پروسه زمان بره تا اون چیزی بخواد بشه که اعتبار برنده یا اون حالا نشون دادن اصالت برنده. با دانشی که من دارم راستش فکر میکنم شاید اون دیر بازده بودن بحث ارتباطاته، وگرنه ما در حوزه ارتباطات افراد فعال خیلی خوبی داریم که سواد بسیار خوبی دارن و به سازمان‌های بزرگ کمک کردن، ولی خب متاسفانه معمولاً سازمان‌ها میرن سراغ روابط عمومی ها زمانی که یه ایونتی یا چیزی دارن یا اینکه درگیر یک بحرانی میشن که حالا بخوان این بحرانه رو برطرف بکنن. توی حوزه فناوری اشاره کردین که مجموعه شما یک در واقع بازوی فناوری داره. به عنوان اگر بخوایم به چشم انتقال تجربه بهش نگاه کنیم، چقدر تو حوزه ارتباطات تونستین از این مجموعه استفاده کنین؟ چقدر رویکردهای فناوری رو آوردین توی حوزه ارتباطات؟ چون ما الان داریم در جریان نمایشگاه القام هم با هم صحبت می‌کنیم و موضوع اصلی نمایشگاه به هر حال جریان نوآوری هست. ما توی ماموت خوشبختانه از این حیث خیلی پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم، مخصوصا توی 4-5 سال اخیر خیلی جدی این موضوعات رو پیگیری کردیم. ما یک شرکت زیر مجموعه داریم ماموت دیجیتال که ماموت دیجیتال نزدیک 150-60 نفر نیرو داره، یعنی در کل سازمان داره به همه شرکت‌های زیر مجموعه خدمات هوشمندسازی، ارائه پلتفرم‌های حالا باز هوشمند رو میده، در عین حال راهکارهای مختلف در حوزه لوجستیک رو ارائه میده. خیلی باعث خوشحالیه برای من که ماموت دیجیتال و ماموت کانکت که باز زیر مجموعه ماموت دیجیتال هستش در حال حاضر 400 تا پروژه باز داره. این نشون میده که چقدر این سازمان داره به بحث نوآوری‌های روز اهمیت میده و براش مهمه، مخصوصا در بحث لوجستیک و نوسازی ناوگان حمل و نقل. وقتی ما ورود میکنیم برامون مهمه که فناوری‌های از این جنس هم داشته باشیم. ماموت دیجیتال تا الان چند تا پلتفرم و چند تا اپلیکیشن ساخته، یه چت بات ساخته به اسم چت بات لوتی یا چت بات کاپتان که 2 تا کاراکتر هستن که در اختیار رانندگان جاده‌ای و رانندگان خودروهای سنگین قرار میگیره. از حیث حالا سنسورهایی که به تریلی هاشون متصل هستش، از حیث مثلا فشار لاستیک ها، نمیدونم میزان رطوبتی که توی تریلی های یخچالی وجود داره، یعنی اینها همه خیلی هوشمند در اختیار در راننده ها قرار میگیره. و از اون طرف ما یک نرم افزار و اپلیکیشن درون سازمانی داریم به اسم مای ماموت که تمام فرایندهای درون سازمان از طریق مای ماموت انجام میشه که خب اینم یکی از اون چیزاییه که خیلی روش فکر کردیم، مدام این داره به روز رسانی میشه. از مثلا همه کارگرها اگر بخوان غذاشون رو برای اون روز رزرو بکنن از مای ماموت استفاده میکنن. میتونین شما فرایندهای منابع انسانیتون رو از اونجا پیگیری کنین. اخبار روزمون روی مای ماموت بارگذاری میشه، مجله داخلیمون روی مای ماموت هستش و بعضی از فیچرهای دیگه‌ای که باز از طریق مای ماموت انجام میشه. این کارها و راهکارهایی هستش که از حیث حالا
برنامه نویسی و پلتفرم های مختلف ماموت پیگیرش بوده. غیر از اون هم ما به هر حال داریم محصولاتی رو وارد میکنیم که از حیث نوآوری و ناوگان باز حمل و نقل کشور از اون چیزایی هستن که بروزن. یعنی ما خودروی ارس M5 رو امسال وارد کردیم و ارزش هم انجام شده تا الان که یک خودرویی که محصول مشترک دامفنگ و پلتفرم الکترونیک هواوی. خب این خودرو هم هیبریدیه و بسیار هوشمنده و فیچرهای خیلی مختلف داره. تمام اینا نشون میده که رویکرد ماموت هم به سمت هوش مصنوعی، هوشمندسازی و نوآوری و از اون طرف زمین سبز و بحث توسعه پایدار. این دوتا از ارزش‌های مهم ماست و از اهداف مهم ماست که دنبالش میکنیم. خیلی عالی. این هوشمندسازی ها به خصوص تو مرحله عملیات توی سطح ناوگان و عملیات چقدر به ذینفعان شما در حوزه ارتباطات کمک کردن؟ یعنی چقدر از چون این دو سوی است دیگه، یعنی ممکنه یه بخشی از مشکلات حوزه ارتباطات رو رفع کنه و برعکس ممکنه که شما یه سری مشکلات حوزه عملیات رو رفع کنید. این جریان هوشمندسازی چقدر به ذینفعان شما و در واقع فرآیند های شما توی روابطتون کمک کرده؟ خیلی زیاد. خب اگر قبلا ما مثلا خیلی از کارهای ارتباطیمون رو از طریق حالا نامه‌نگاری انجام میدادیم یا چیزایی داشتیم که به صورت فیزیکی منتشر میشد و اینا، الان همه اینا از طریق این دیجیتالی شدنه خیلی راحت سریع داره اتفاق میفته. خیلی از فرآیندهای اداری درون سازمان ما دیگه کاملا پیپرلس شده که باز این هم در راستای اون هدف مهمیه که بریم به سمت بهینه‌سازی مصرف و کمتر آسیب زدن به زمین. در این حال خب باعث تسهیل و این سهل تر کردن این موضوع ارتباطات هم درون سازمان هم برون سازمان شده برای ما. یعنی خب طبیعی ما غیر از اون خیلی از اتفاقاتی که قبلا داشتش به صورت سنتی انجام میشد از جنس مثلا تولید محتوا یا خیلی از طراحی‌ها، الان ما در ماموت ملزم هستیم که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنیم. نه برای اینکه بگیم کار برای افراد ساده شده یا همه چیز خیلی کلیشه‌ای داره پیش میره و خیلی چیزه، ولی اونجا دیگه شما یاد میگیرین چطوری پرامپت بنویسین، اونجا دیگه یاد میگیرین چطوری بتونین از این ابزار هوش مصنوعی به بهترین نحو استفاده بکنین که هم توی وقتتون صرفه جویی بشه، همین که خروجی که به دست میارین یه خروجی باشه که کمی بین‌المللی تر باشه. اگر که ما در واقع یک مجموعه بود که فرض کنین این هوشمندسازی رو در ناوگان خودش اصلا پیش بینی نمی‌کرد یا قائل نبود به اینکه مثلا در سطح عملیات یک سری جریان‌های نوآورانه رو پیش ببره، چه دشواری‌های بیشتری تو حوزه ارتباطات برای شما اتفاق میفته؟ عملاً کسب و کارمون از دنیای روز عقب میموند. خب این عقب موندن از دنیای روز چیزی نیستش که در ماموت اصلا باب باشه. ما همیشه یه پله یا حتی چند پله جلوتر از اون چیزی هستیم که توی مملکت داره اتفاق میفته و خب طبیعتا این باعث میشه که کسب و کار دچار چالش بشه و دچار بحران بشه. خودتون تصور کنین زمان کرونا خیلی از کسب و کارهایی که نتونستن خودشونو با این در اصل نو شدن صنعت یا اون دیجیتالی شدنه خودشونو نتونستن بخوردن یا از بین رفتن یا اینکه کم رنگ شدن. خب ماموت همیشه سعی کرده که یه پله جلوتر باشه. اگر ما امروز داریم در مورد مثلا چت بات لوتی صحبت میکنیم که کاستومایز شده است برای ماموت، یا مثلا کاپتان که صحبت میکنیم چیزیه که راننده های تریلی باش در جریان حالا تمام مثلا چه می‌دونم طول یا مثلا تراز بودن تریلیشون قرار میگیرن، فشار باد لاستیکا رو میدونن، سنسورهای مختلفو داره. این نشون میده که چقدر داره این سازمان نوآورانه فکر میکنه در شرایطی که الان خیلی از تریلی ها داره به صورت غیر استاندارد کنار جاده‌ای ساخته میشه، دستسازن توی جاده ساوه، خیلی کارگاه‌هایی هستن که دارن تریلی های این شکلی میسازن. خب این به ناوگان حمل و نقل مملکت کمک میکنه که به هر حال این هدف بزرگ ماموت هم هستش که بتونه ناوگان حمل و نقل کشور رو نوسازی بکنه که قبلا هم تلاشایی در مورد این قضیه کرده. به بحران ها اشاره کردین و خب ما بحران های اخیرمون در واقع خیلی تکانه های محکمی برای صنعت لوجستیک داشت که مهمترینش همون در واقع اتفاق جنگ بود.
از تجربتون بحران بگین، چجوری بحران‌های ارتباطی اگر داشتین به چه شکل حل شد، حوزه شما کجای ماجرا بود، چطور آیا کمک ویژه‌ای به کسب و کار کرد یا اینکه نه اون دوران برای شما دوران آروم و کم بحرانی طی شد؟ از حیث ارتباطات راستش رو بخواین، خب ما در بخش روابط عمومی گروه ماموت یک کاری که داریم میکنیم اینه که ما روزانه اخبار رو در اختیار مدیران ارشد سازمان ها قرار میدیم. یعنی تمام اتفاقاتی که داره در طول روز میفته از حیث مثلا قیمت ارز گرفته، اخبار سیاسی، اخبار اقتصادی که میتونه روی کسب و کار ما یا روی تصمیم گیری مدیران ارشدمون تاثیر بذاره، روی اینا کار میکنیم. و خب توی ایام جنگ مهمترین موضوع این بود که ما 24 داشتیم فقط این اخبار رو رصد میکردیم و تمام مدت داشتیم این اخبار رو لحظه به لحظه در اختیار مدیرانمون قرار میدادیم. خب این باعث میشد که تحلیل بهتری از اوضاع داشته باشن. در این حال یه سری شرایطی که حالا باز توی کارخونه میتونست وجود داشته باشه که بهتر بکنه از حیث امنیتی موضوع رو اتفاق افتاد. خب به هر حال ما یکی از مهمترین محصولاتی که داریم تولید میکنیم پلیورتانه که خب این قابل اشتعال، اینها خب دیگه برای سازوکارهایی از حیث HSE و غیره در نظر گرفته شد که خب این بیشتر برمیگرده به اون اتفاقاتی که در درون خود ماموت و بخش مثلا کارخونه داره اتفاق میفته. به عنوان سال آخر توی حوزه ارتباطات نوآوری، اون چیزی که اشاره هم کردین ابتدای بحث بهش، در مجموعه شما حالا اگر بخواید در واقع تجربه زیسته خودتون رو بگین، روابط عمومی و حوزه ارتباطات کجای ماجرا ایستاده؟ یعنی آیا مثلا در طراحی اون کاراکترها یا اون هوشمندسازی ها از ابتدای فرآیند همراهین با تیم یا اینکه نه در یک جای از فرآیند اضافه میشین و در واقع اون ادامه فعالیت ها با تیم شما میشه؟ درسته. ما دو تا وجه داریم. اگر این اتفاق قرار باشه از حیث نوآورانه و حالا برنامه نویسی ماجرا باشه، از طریق تیم ماموت کانکت و ماموت دیجیتال در از انجام میشه که خب اونها دانش این موضوع رو دارن و بعد از اینکه حالا محصولی رو ارائه کردن یا خدمتی رو از این جنس ارائه کردن، اون رو با ما در جریانش میذارن و ما حالا شروع میکنیم روی اون استراتژی های پی‌آری چیدن. حالا میتونیم براش کمپینایی رو بذاریم یا اینکه در رسانه های مختلف معرفیش بکنیم و در اصل بتونیم که نه فقط معرفیش بکنیم، اون اعتبار سازیه رو براش به وجود بیاریم. ولی یه وجه دیگهش بحث ارتباطات برون سازمانیه که داریم از جنس نمایشگاه ها که خب خوشبختانه نمایشگاه امسال که نمایشگاه تهران سال گذشته که ماموت شرکت کرد، باز در اون هم روی کردش این بود که کاملا هوشمند شرکت بکنه. خب تو تمام اتاق فکرها تیم ارتباطات، تیم مارکتینگ حضور داشتن. اینکه حالا ما یه سری ربات‌های هوش مصنوعی رو در از توی نمایشگاه داشتیم توی هر غرفه که افراد میتونستن دیگه به جای اینکه از اون مثلا نفرات اون شرکت سوال بپرسن در مورد محصول‌ها، مستقیما از همون ربات‌ها بپرسن. خب برای اینکه این ربات‌ها رو ما بتونیم ترینشون بکنیم، درگیر ماشین لرنینگ بشیم و اینا، باز اونجا هم ما کمک می‌کردیم که چه سوالاتی احتمال داره که پرسیده بشه و چطوری میشه چه جوابایی داده بشه. اینها اون فرآیندهایی که از حیث هوشمندسازی ما به عنوان تیم ارتباطات باهاشون در جریان کار قرار میگیریم و همه تلاشمون هم اینه که به سازمان کمک بکنیم که تا جایی که ممکنه به روز و نوآورانه پیش بره، چون واقعا هدف اصلیمون اینه که از جریان روز دنیا عقب نمونیم. دکا، دنیا کوچک است.